موترها: استاد عطا محمد نور 9 موتر دارد که یک مرسدس بنز اس 600 زره که قیمت این مرسدس $600,000 می باشد. 3 موتر لندکروزر زره مدل 2011 و 5 موتر لندکروزر زره مدل 2010 دارد که قیمت این موترها از $120,000 شروع تا $160,000 می باشد. قیمت تمام این موترها تقریبا $2 میلیون می شود. شماره 2: ساعت. استاد عطا محمد نور 6 ساعت دستی گران قیمت نیز دارد که قیمت آنها از $25,000 شروع تا $40,000 می باشد. قیمت تمام آنها تقریبا $200,000 می شود. شماره 3: عطر. استاد عطا محمد نور از عطرهای آلمانی استفاده می کند که قیمت این عطرها $600 می باشد. استاد عطا محمد نور تنها در ولایت بلخ $1 میلیارد جایداد دارد. تمام این ثروت را از راه تجارت به دست نیاورده است، بلکه در 10 سال با استفاده از پست دولتی به دست آورده است. والی بلخ استاد عطا محمد نور تنها در شهر مزار شریف با قباله شریف بیش از 500 جایداد دارد که به نام پسرانش، همسر و دخترش ثبت شده است. شماره 4: شهرک خالد بن ولید. این شهرک از جانب والی بلخ عرضه گردید و هم اکنون 6,000 نمره‌اش به فروش رسیده است. او هر یک نمره این شهرک را از $100 گرفته تا $20,000 به فروش رساند و در این اواخر $10,000 بلند رفته است. در این شهرک 200 نمره در موقعیت‌های عالی وجود دارد که برای خود تخصیص داده است. 5. باختر مارکت زیرزمینی که 200 دکان دارد. 6. نزدیکی سینا استودیوم مارکت بادام که ملکیت خودش هست. 7. نور بیزنس سنتر که 8 طبقه دارد و 100 دکان. 8. مارکت ادویه فروشی مقابل شفاخانه موقعیت دارد. 9. کلینیک لایزری نور. 10. در منطقه دروازه بلخ شرکت تیل نور. 11. شهرک میترا نور که بیش از 400 خانه دارد. این شهرک یک از بهترین و لوکسترین و مجهزترین شهرک مزار شریف می باشد که دارای کلپ ورزشی، حمام و سونا، سیستمی سرد کن و گرم کن، لفت های سری دارد. 12. مقابل شاروالی مزار یک مارکت 10 منزله. 13. شرکت ترانسپورتی میترا نور که بیش از 300 موتر باربری کماز دارد. 14. در منطقه سینمای اسبق مزار مارکت آریا بیش از 1000 دکان دارد. 15. در شهرهای مزار کابل سرای میترا نور. 16. در مناطق مختلف شهر مزار شریف پمپ استیشن های خالد نور. 17. یک خانه به نام مولانا در جوار قماندانی امنیه. 18. خانه 4 طبقه ای که همین حالا زیست می نماید به ارزش $2 میلیون ساخته شده است. 19. منزل 2 طبقه به نام دفتر سیاسی در دروازه بلخ موقعیت دارد. 20. سرای 23. مؤسسه خصوصی آریای مزار شریف که احمد ضیا مسعود نیز در آن شریک می باشد که دارای منزل 5 طبقه ای است. 24. شرکت سرکسازی خالد نور که در سرای مهمان مزار موقعیت دارد که مارکت خود والی است. 25. 2 شفاخانه به نام‌های مولانا جلال الدین و الفلاح. 26. مارکت سینافر که بیش از 400 دکان دارد. 27. ذخیره تیل در شهر بندر حیرتان شرکت وارداتی تیل به نام انترنشنال شراکت با کمال نبیزاده تلویزیون به نام آرزو و یک پرودکشن به نام شمال تلویزیون میترا دارد. لن استاد عطا محمد نور 4 شهرک مستقل دارد، 12 شهرک مشترک، 34 مارکت تجارتی در شهر مزار شریف، 9 بلند منزل در دبی، 24 خانه در ترکیه، 17 خانه در هندوستان و 2 بلند منزل در لندن دارد. این دارایی ها بدون توجه به حساب های سرسام‌آوری وی در کشورهای خارجی و داخل افغانستان بود که چند ماه پیش توسط دولت افغانستان ضبط شده بود و با توافق از سوی رئیس جمهور و عطا محمد نور در گرفتن استعفانامه از ولایت از وی آزاد شد. چیزی که ما در فوق ذکر نمودیم آن معلوماتی است که از ریاست املاک و ادارات دیگر به دست آمده است و آن ملکیت هایی است که تمام مردم از آنها آگاهی دارند و یک حقیقتی روشن است. زندگی نامه استاد عطا محمد نور.
عطا محمد نور فرزند حاجی نور محمد در سال 1343 خورشیدی برابر است با سال 1964 میلادی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ متولد گردیده است. او از تبار تاجیک و از باشنده های اصیل بلخ باستان است. آقای نور متأهل بوده، یک خانم، 5 پسر و 2 دختر دارد. عطا محمد نور دوره دانش آموزی ابتدایی را الی صنف 8 در مکتب متوسطه قاضی حمیدالدین دنبال کرد و سپس دوره لیسه را در لیسه عالی باختر که از مکاتب با شهرت بلند در شهر مزار شریف است ادامه داد و در سال 1362 برابر است با سال 1983 میلادی دوره لیسه را موفقانه به پایان رسانید. آقای نور در حالی که عشق سرشار از فراگیری آموزش‌های عالی در ذهن جوانه میزد، دفاع از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور او را بران داشت تا تحصیلات عالیش را در آن دوره پیگیری نتواند و به صفوف مقدس جهاد بپیوندد. پس از پیروزی جهاد و مقاومت به ادامه تحصیلات خویش پرداخت. علوم سیاسی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان خلاص کرد و در سال 1391 خورشیدی برابر است با سال 2012 میلادی حقوق تجارت بین المللی را تا سطح ماستری فرا گرفت. موصوف علاوه بر آن سند افتخاری لیسانس دانشکده تعلیم و تربیه و مدرک دکترای افتخاری دانشگاه بلخ را به دست آورده است. در حال حاضر محصل مقطع دکترا در دانشگاه دولتی تاجیکستان است. دوستان عزیز، برای حمایت از ما کافی است ویدیو ما را لایک، چنل ما را سابسکرایب و روی زنگوله فشار دهید.